مأموریت بازار جلجم به تاجران یک ماه مهلت داده است که دکانهای خود را خالی کنند. تاجران این فرصت را برای جابجا شدن در بازارهای دیگر خیلی کم می‌دانند. مسئولان به تاجران پیشنهاد کردند که در مرکز نوی سودای کشانیان جایگیر شوند. پیشکی خبر میکردم با خوبتر بود. خیلی میگیریم جمع میکنیم میریم بازاری نه. خبر کردم. نه خبر کردگی بودم پیشکی هم خبر میکردم فقط. خیلی معلوم نبود خیلی نبود معلوم شد. در جای نو چقدر جا گرفتن و چگونه شرایط دارد؟ فعلا شرایطشون نمیدونیم. خیلی میگن که جای خوبه نمیدونیم. در مأموریت بازار جلجم نیز تصدیق کردند که تا 15 ینور سال آینده تاجران باید به مرکز سودای کشانیان بازار نوی مصالح ساختمانی در قسمت شمالی دوشنبه روند. تاجران میگویند برای ترک بازار فرصتی کم پیش بینی شده است و هم در باره شرط و شرایط کاری در بازار نو معلوماتی بیشتر ندارند. چقدر جا گرفتن؟ یک مغازین 6 بچه‌ها در جای نو؟ در جای نو ما شفیر سودا میکنیم. خلق فهمونا در تلویزیون برآمد کنه که بازار نو شده است که خلق اونجا رو واقع باز هیچ کنه میدونه بازار در اینجا میبینه که محکم کردن تومو رفتن باید همه رو فهمونا کنه. مرکز سودای کشانیان در 13 گکتار زمین در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه واقع است. در سندهای رسمی که دسترس رادیویی آزاد شدند، مالک مرکز سودای کشانیان شرکت فراس ثبت شده است. بنیادگذار شرکت فراس شمس‌الله صاحبا داماد پرزیدنت تاجیکستان است. بعضی از سوداگران درخواست دارند که مسئولان بازار نو تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند. اگر اجارهمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارهمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن، مبلغی نداریم که مثال بخریم او را. رفته دیدیم شوق شروع فسان کرده گیان نقص کرده گیان شرط شورایش همش نقصه آزاده شد تازه آدم معقول شده که این بازار. محمد دولتشویف رئیس مرکز سودای کشانیان که نخواست در نزد میکروفون صحبت کند گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکانها آزاد است. بازار جلجم در مساحت 7 گکتار یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مواد ساختمانی در دوشنبه است. در این بازار تقریباً 3000 کس کار میکنند.